در این ویدیو می‌خواهیم به یکی از عجایب هفتگانه دنیا یعنی اهرام ثلاثه مصر بپردازیم و برخی از مرموزترین اسرار آن را برای شما بیان کنیم. اهرام ثلاثه مصر به عنوان یکی از عجایب هفتگانه جهان باستان همواره حاله‌ای از رمز و راز را در خود نهفته داشته است. این بناهای عظیم که قدمت آنها به هزاران سال پیش میرسد هنوز هم دانشمندان و کاوشگران را مجذوب خود کرده است. در طول تاریخ داستانهای متعددی از اکتشافات مرموز، اتفاقات غیر قابل توضیح و تجربیات فراتبیعی در این مکان باستانی روایت شده است. این رویدادهای عجیب و غافلگیر کننده اهرام ثلاثه را به مکانی پر از رمز و راز تبدیل کرده است که توجه گردشگران و کاوشگران را از سراسر جهان به خود جلب کرده است. حالا ما با هم به بررسی برخی از مرموزترین و ترسناکترین اتفاقات اهرام مصر می‌پردازیم. نفرین فراعنه یکی از مشهورترین داستان‌های مربوط به اهرام مصر نفرین فراعنه است. شاید برایتان جالب باشد بدانید که پس از کشف مقبره توت آنخ آمون در سال 1922 بسیاری از افرادی که در کاوش‌ها شرکت داشتند به طرز مرموزی جان خود را دست دادند. لرد کارنارون حامی مالی اصلی پروژه کشف مقبره تنها چند ماه پس از کشف مقبره در اثر نیش یک پشه جان خود را دست داد. جالب اینجاست که در همان لحظه مرگ او در قاهره تمام چراغ‌های شهر به طور همزمان خاموش شدند و سگ محبوبش در انگلستان با زوزه‌ای دلخراش جان خود را دست داد. اتاق‌های مخفی و تله‌های مرگبار. سیستم امنیتی اهرام مصر چنان پیچیده بود که حتی امروز هم باستان شناسان را شگفت زده می‌کند. در داخل اهرام مکانیزم‌های هوشمندانه‌ای برای محافظت از گنجینه‌های فراعنه تعبیه شده بود. درهای سنگی چند تونی که از سقف می‌افتادند، چاه‌های عمیق که با شن‌های روان پر شده بودند و راه‌های فریبنده که به هیچ کجا نمی‌رسیدند تنها بخشی از این سیستم‌های دفاعی پیچیده بودند. در سال 2017 دانشمندان با استفاده از تکنولوژی مئون نوعی ذره زیر اتمی یک اتاق مخفی عظیم در هرم بزرگ جزیره کشف کردند که قرنها از چشم پژوهشگران پنهان مانده بود. اما اینکه چه رازهایی در این اتاق نهفته است هنوز کسی از آن خبر ندارد. مومیایی ها شاید باورش سخت باشد، اما در برخی از اهرام مومیایی هایی کشف شدند که پس از هزاران سال هنوز در وضعیت مناسبی قرار دارند. تکنیک مومیایی کردن مصریان باستان چنان پیشرفته بود که حتی امروزه هم دانشمندان را متحیر کرده است. فرایند مومیایی کردن 70 روز طول می‌کشید و شامل مراحل پیچیده‌ای بود. مغزها از طریق بینی خارج می‌کردند و تمام اندام‌های داخلی به جز قلب را در ظروف مخصوصی به نام کانوبی نگهداری می‌کردند. جالب اینجاست که برخی از این مومیایی ها هنوز هم موها، ناخن‌ها و حتی پوست خود را حفظ کردند. اسرار نجومی و ریاضی یکی از ترسناکترین جنبه‌های اهرام مصر ارتباط عجیب آنها با علم نجوم است. موقعیت هرم بزرگ جزیره دقیقاً با ستاره قطبی و صورت فلکی شکارچی همراستا است، اما این تنها بخش کوچکی از این داستان است. محیط پایه هرم تقسیم بر 2 برابر ارتفاع آن عدد پی را به دست می‌دهد، عددی که تا قرن‌ها بعد کشف نشد. همچنین جهتگیری اهرام با دقت باور نکردنی نسبت به جهت اصلی جغرافیایی انجام شده است. خطای آن تنها 15 صدم درجه است، دقتی که حتی با ابزارهای مدرن الان هم دستیابی به آن دشوار است. کارگران اهرام برخلاف باور عمومی که فکر می‌کنند برده‌ها اهرام را ساختند، باستانشناسان کشف کردند که سازندگان اهرام کارگران ماهر و حقوق بگیر بودند. اما این خبر اصلاً خوب نیست. آنها در شرایط بسیار سخت کار می‌کردند و بسیاری از آنها در حین ساخت
جان خود را از دست دادند. اسکلت های کشف شده نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران از آرتروز شدید، شکستگی های استخوانی و آسیب های نخاعی رنج می‌بردند. گورستان کارگران که در نزدیکی اهرام کشف شده پر از جسدهای جوانانی که در اوج جوانی جان خود را از دست دادند. با وجود تمام نکاتی که گفتیم، اهرام مصر، این شاهکار معماری باستان، هنوز هم پر از رمز و راز است. با وجود پیشرفت‌های علمی هنوز نتوانستیم به تمام سوالات خود درباره این سازه‌های شگفت‌انگیز پاسخ دهیم. شاید گاهی اوقات باید بپذیریم که برخی از رازها باید همچنان راز باقی بماند.